خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان. وقتتون بخیر باشه، انشالله حال دلتون هم انشالله عالی عالی. بچه‌ها سوئیس هستم، اینجا پیست اسکی مارباخه، یعنی اون بالا پیست اسکی مارباخه. من اومدم به حساب برای پیاده روی تو اینجاها. اومدم این گاوارم دیدم سیمینتال هستن، حالا سیمینتال شرابی تو ایران بهش میگن و اینا. اومدم اینا رو دیدم، گفتم یه ویدیو براتون بگیرم، شاید جالب باشه. تا حالا این نژاد بزو من ندیده بودم اینجا. نمیدونم معروف به چی هستن، بز چکمه‌ای بهش میگن یه همچین چیزی. بز یه اسم قشنگی هم داره، حالا به غیر چکمه‌ای یه اسم دیگه هم داره. حالا بچه هایی که دامدار هستن تو ایران، بچه ها اول این دامداریه رو براتون توضیح بدم. ببین اینجا الان اون انبار تأسیساتشونه، انبارشونه، اونم چاله کودشونه، اونم نوار نقالی چاله کودشونه، اینا هم به حساب گاوداریشونه، حالا بزداریشونه. اینم معرفی این بزه است که این دامداری این نژاد بزو به حساب نگه داره. شیورز کول فانوز زویس یه همچین اسمی. حالا من نمیدونم این چیز معرفی اون بزا بود که به حساب اینجا این جورکیه. اینم بزاشونه اومد بالا. حالا یه تعداد چیزی هم اون بالا داشته. حالا من یه کوچولو هالو خب اینم یه نمایی از دامداریشون، اون داخل دامداریشونه. اینجا اینم به حساب آخر علوفه شون است و اونم گربه شونه. هالو eine Foto, kein Problem. Ich mache eine Foto hier. Okay, danke schön. Vielen Dank. آره اجازه بهمون داد. و اینجا به حساب جایگاه داماشونه. اونجا حالا کودشون میره اونجا، حالا کود خیسی داشته باشه. اونم به حساب دستگاه چیزشونه و که گاواشون بخوان چیز بکنه. اینم علوفه ایه که اون بندیله اون بالا چیز کرده بودم، ویدیوهاشو گرفته بودم. اون بندیله علوفه شونه، اینجا بازش کردن. اینم به حساب چیزشونه. اینم دوباره یه قسمت دیگه ای از دامداریشونه که اینور هست. اینم به حساب نمیدونم دیگه آخراشونه. این آخر بزاشونه که اینجا هستش، به حساب بزاشون میان اینجا. اونم آخر گاواشون هست و جایگاه گاواشونه. بچه با قشنگ با لوله تقسیم بندی شده، خیلی خوشگل و به حساب خیلی اصولی. این یه دونه دامداری سوئیسیه. من تا حالا خودم یه دونه دامداری چیز رفته بودم، یه دونه دامداری به حساب گوسفندی رفته بودم، ولی هنوز دامداری گاوی مثلا به این چیزی نرفتم. ببین اینم نمای بالای دامداری. ببین اون الان پرسای چیزشونه، پرسای علوفه شونه اون بالاست. اونم دستگاه نوارشونه، نوار نقاله شونه، یعنی با اون جل صغیره چیز میکنن. جل صغیره این جل صغیره کارگاهی هاست و به حساب از این ثابت هاست. با این برمیدارم بندیلاشونو میذارم پایین، با همینم بالا سوار میکنن. اینو بندیل کاهشونه. یه دامداری خیلی خوشگلیه. این ورم نگاه، اینم علوفه های به حساب بازشونه که این ور چیز شده. اینم گاواشونه، معرفی گاواشونه. شما دقت بکنید ببین این هر گاوی اسم خودشو داره، شماره خودشو داره، چه گاوایی اینجا هستن. اینم به حساب بچه این گاوداری ببینید ستون چوبیه. الان این ستونی که من دستمو دارم بهش میزنم این ستون چوبیه. اونم الان دوباره یعنی همه ساختار این دامداری به غیر از فونداسیونش که بتونیه، بعد بقیه این ساختار تا به بالا همه چوبیه. حتی اون ستونا و اون پولای زیر شیروونیشون، اون تخته های زیر شیروونیشون هم چوبیه. یعنی همه این ساختار با چوب ساخته شده که اینقدر اینجا به حساب رو حساب و کتاب و رو اصوله.
خیلی خوب، دمتون گرم. انشالله حال دلتون عالی باشه. حالا بیایم بیرون ببینیم بیرون چی میتونیم بگیریم. اینم ماشینشونه، اونم بوزاشونه که اومد. اینم به حساب این حاجی است. کسی آره اینم بوزاشونه اومد بالا. ما الان به حساب توی این دامداریه هستیم. خیلی لذت بردم از این دامداریه. ببینید چه هزینه ای شده برای این دامداریه. اینم خونه شونه که به حساب اینجا زندگی میکنن. بوزام که اومدم بالا و اینم به حساب حصار کشی چیزشونه. اینم حصار کشی مرغاشونه. مرغاشون اینجا زندگی میکنن. ویتن فرن. حالا نمیدونم این ویتن فرن معنیشو من نمیدونم بچه چیه. به حساب مرغداریشونه. اونم اردکاشه. چشمه و اونم یه سگشونه که اونجا توی اون بالکنه هست. اینم بوزا هستن از نمای نزدیکتر. حالا این بوزا رو بچه هایی که آشنا هستن با صنعت دام تو ایران، این بوزا رو که دارن میبینن یه جور دیگه بهش فکر میکنن. یعنی اونایی که به حساب حرفه‌ای این کار هستن این بوزا رو میبینن متوجه داستان این بوزا میشن. یه چیزی الان من مد نظرمه، خیلی اون دامدارا حرفه‌ای میدونن. شما وقتی که اسم بوز تو ایرانو میاری هستن، بوز شیرازی هست، بوز کردی هست، بوز لوری هست. حالا بچه‌ها دقیقاً این بوزا مثل بوزای لوری خودمون، مثل بوزای کردی خودمون، مثل بوزای کرد و افشار خودمون، اینا بوز مویی هستن. یعنی اینکه اینا موهای بلندی دارن. این اگه بارون بهش بباره اذیت نمیشه. این زیر بارون میتونه کم و زیاد چرا بکنه. این اگه اینجا سرد بشه، یخ بندون بشه، این بوز با این مویی که داره سردش نمیشه، میتونه اینجا به حساب زندگیشو داشته باشه و مریض نشه، آسیب نمونه. ما اینو میخوام بگم بچه ها، هوای اون دامای خودمون رو داشته باشید. من یه موقع فکر میکنم که اینجا شاید مثلا یه روزی بخوام دامداری بکنم، پیش خودم این حساب میکردم که یه روزی اگه بخوام مثلا بوز نگه دارم بیام ایران، مثلا از منطقه کردستان، حالا اورامانات باشه اون منطقه باشه، حالا سقز و نمیدونم اون داستان اون ورا، بیام از این بوزایی که هستن بوزای کردا یا بوز کرد افشار بیارم اینجا به عنوان حساب تکه. ولی الان دارم این بوزو میبینم دقیقاً لنگه بوزای خودمون، قد قوار درشتی هم نداره، اینا انقدر پرشیر نیستن، ولی به خاطر اینکه سازگار با محیط اینجا هستن این بوز میتونه خیلی خوشگل اینجا دووم بیاره و مریض نشه. پس قدر دامو یه بومی خودمون رو بدونید، قدر ذخایر ژنتیکی کشور خودمون رو بدونید. خیلی عالی هستن، خیلی سازگار با محیط زیست خودمون هستن. حالا کار ندارم یکی میخواد توی مناطقی هستن که نمیتونن داماشون رو به چرا ببرن، مجبور هستن دامو تو دامداری نگه دارن، اونا حالا شاید اجبار باشه که یه مقداری از دامای به حساب صنعتی استفاده بکنن، حالا مثل هولشتاین باشه یا دامای دیگه مثل سانن و آلپاین و این داستانا. ولی نیایم کسی که چراگاه برای بیرون رفتن دامش داره بالا غیرتاً داماشو خراب نکنه. دامی که هزاران ساله با اقلیم کشورمون سازگار شده، اون دام حیفه که بخوایم ما خرابش بکنیم، دستکاری ژنتیکی بکنیم اون داما رو که بخوایم مثلا یه بهره بیشتری ببریم. ولی اینو بدون، دامه که برای هر منطقه‌ای است اون دام داستانش این شکلیه که اون دام میتونه تو اون اقلیم زندگی بکنه، اون دام با علوفه اونجا میتونه وزن بگیره، میتونه به اون درجه از به حساب اسکور بدنی برسه که به فحلی برسه. اگه تو دامتو سنگین بکنی علوفه جوابگوی اون
اسکور بدنی نمیشه، دامت فحل نمیشه. این دامدار بزرگوار، دامدار برادر بزرگوار من، تویی که سالیان سالی داری دامداری میکنی، نکنه دامتو خراب بکنی، نژاد دامتو، ژنتیک دامتو دستکاری بکنی، بعد به جای اینکه دقیقاً بهره‌وریت بره بالا، بهره‌وریت میاد پایین. شاید تو سال اول یه خورده مثلا همچین خوش به حالت بشه، احساس بکنی خوبه، ولی تو سالیان بعد دامت عملا از بین میره، عملا دیگه اون بهره‌وری که باید داشته باشه رو نداره. بچه‌ها زیاد حرف زدم، انشالله حال دلتون عالی باشه. ببینید این منظره رو، اینجا واقعا بهشته. خدا انشالله قسمت همه بکنه بیان اینجا رو ببینن. حالا من کار ندارم کسی بخواد بیاد اینجا زندگی بکنه یا زندگی نکنه، کسی حالا به هر شرایطی اینجا اومده، اینجا واقعا گوشه ای از بهشته. حالا کار به مازندران خودمون، کار به گیلان خودمون، کار به جنگل‌های زاگرسی خودمون نداریم. انشالله اونا رو هم آباد باشن به دست مردم کشورمون. حال دل شما انشالله عالی عالی باشه. از من تمام و خداحافظ شما.